طوبا برای صحابه رضی الله عنهم اجمعین. از ابو عبدالرحمن جهنی رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ طلع راکبان فلما رآهما قال کندیان مذحجیان فلما اتیاه فاذا رجلان من مذحج فدنا احدهما لیبایعه فلما اخذ بیده قال یا رسول الله ارأیت من رآك فآمن بك وصدقك فاتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. قال ثم مسح على يده فانصرف ثم أتاه الآخر حتى أخذ بيده يبايعه فقال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك فاتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. روزی نشسته بودیم که ناگهان دو نفر سواره ظاهر شدند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که آنها را دیدند فرمودند این دو نفر از قبیله کن و مذحج هستند. وقتی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند براستی که دو مرد مذحجی بودند. یکی از آنها نزدیک شد تا با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کند. دستشان را گرفت و گفت ای رسول الله، کسی که شما را دیده و به شما ایمان آورد و از شما پیروی کند و تصدیقتان نماید چه پاداشی دارد؟ فرمودند طوبا از آن او خواهد بود. او دست رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفت و با ایشان بیعت کرد و برگشت. سپس دیگری آمد و بیعت کرد و همان سؤال را پرسید و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همان پاسخ را دادند. طوبا نام درختی است در بهشت که در هر اتاقی از اتاقهای بهشت شاخه‌ای از آن هست